السلام علیکم هموطنان عزیز، مردم شریف، سربلند و سعادتمند وادی فرغانه. ما واقعا مردم سعادتمند هستیم. واقعا خلقای سرملت ازبکستان خلق شرفمند هستند. با شرافت امنیت و آسایش و اون همروانی و همبستگی و دوستی که در کشور ما امروز حکمران است، در کشورمان باز عید است. عید زیبای هنرمندان، فستیوال بین الخلقی هنرمندان در شهر خوقند لطیف. با ما بمانید. Xalqaro hunarmandchilik festivali Qo'qon 2019. این جای تاریخی ارده خدایارخان امروز واقعا به یک میدان نمایش محصولات های هنرمندی و قد افراختن امثله های تاریخی خلق شریفمان مبدل گشته است. امروز در اینجا از تمام ولایت های مملکت هنرمندان جمع آمدند با بهترین و عالی‌ترین نمونه های محصول هنرمندی خود. یعنی شهر خوقند لطیف باز زیبایی را، هنرمندی را، آفرندگی را به سوی خود میخواند و فراهم می‌آورد. و ما حالا در میدان پاویلیون شهر قندمند، شهری که از تاریخ‌های دور تا به امروز صحت سلامت و سربلند رسیده است، سمرقند قندمند ایستادیم و در اینجا ما حالا حرکت میکنیم با گروه هنرمندان سمرقندی شناس شویم و صحبت کنیم. السلام علیکم برادر جان، سلامت باشید، خوش آمدید به فرغانه. شما سلام علیکم. من از سمرقند اسدов منصور هنرمند اولادی اسدов سلالشه پنجم اولادش این کسب چوب ایمکور استو کسب ما همون بابا کسبی همون کسب دوام داده میسیم. شوق همین هنرمندی شما بود یا فقط با اون خاطر که باباتان پدرتان هم هنرمند بودن؟ هم بابام شوقی هم بابام پدرم همین هنر و استادش بودن، ما هم همین هنر دوام داشتیم. یعنی هنرمندی در هفت پشت شما موجود. سلامت باشید. من حاضرگی پایت و هنرمندو به جدایم اعتبار بلند هنرمندو من خارجی با برامده کار کردن بسیار دولت‌های به غرض ازبکستان دیگر دولت‌ها بهم همین کسبمو برده نشان داده خلقارا فستیوال و یا بهم اشتراک کرده گشتیم. همکاری با مملکت‌های خارجی آغاز یافت. برای هنرمندان هم راه وسیع گشوده شد. همین چیز به صفت هنرمند برای شما تاثیر کرد، در حیات شما دگرگونی آورد؟ حاضر خارجی بهم کار کردن، چیزای فسوندنم همه چیز بی‌ملال. مثلا امریکا بهم اکسپورت کردیم، ترکیه به تاجیکستان بهم، قزاقستان بهم چیزای ساختن رها شدگی بی‌ملال کار. شما خودتون رفته کار کردید؟ اکنون کارامو همیشه میسازیم، برده شینونده جابجا کردیم بیم. در کدام کشورهای دنیا محصول دست شما دیدن ممکن؟ ترکیه به خاطر میدانی ساختگی ما کنیا شهر جلال‌الدین رومیه روپرش به 80 متر ایوان ساختیم. امریکا به قزاقستان به من خیلی ویزیت که هم خیلی شیپنگ فسوندگی ما. تاجیکستان به هم خیلی ایوانو درو مسکو اکنون روسیه همه ویوش بده، همه در تمام ولایت‌های روسیه هست. یعنی شما الکی امکان پیدا کردید که هنر دست شما نه تنها در سمرقند نه تنها در ازبکستان بلکه در تمام کشورهای خارجی پهن گرده. همه جا همه خارجی و کدگی من با 2018 تشبس کوریک تانلو و هنرمند یونلیشش با غالبش ما مناسب کرد. هنر شما بیرون از حدود ازبکستان رفت، واقعا ارزنده هستید و مبارک باشد. فرغانه را، قوقند لطیف را چخیل یافتید؟ چخیل معقول شد شما؟ من معقول منم خوخم یک مرتبه میسیم خوخم و اکون هم خسته اول با خوخا اومدیم من خلقارا فستیوال به اشتراک کردیم. ازبکستان همه هنرمنداش اومدگی. شما از همین حیات خود، از همین کشوری که زندگی میکنید، از همین زندگی که به سر میبرید راضی هستید؟ راضیمون. همین کسب ما، همین اتوبومو، همین کسب یاد همین کسب ماهر استاد شدگی شما من خورسند همون کسبشون رو ما به یاد دادگی ما افشته همین کسب ما بتون روی دنیا دیدیم. افشته همین کسب ما من هم خیلی فرزندتان هوس میکنن؟
ها فرزندو آغاز میکند 3 نفر فرزندم است. تشکر به شما برار میخواهیم در این فستیوال. خوش آمدید بار دیگر بفرمایید. رحمت. Ман Зохидов Абдусалом Рахмонович, падарамо, бобомо, акамо 10 сол буза ҳамин кора вайкайтем. Ин пеш мон фақат мазор ба мемондем, қабристоно ба санг монда вай мевуҷуд. Ҳозир акум мана президентамон ба раҳмат, мана ташаббус коромо ки вайкати мо маин вайба ташкил карда буромайтем ин короя. چیها ساخت ساختید از ҳозир سنگ؟ ман аз санг акум мана ҳаминҷа ба дисет, мана инҷа ба ваямо кресло сохтагӣ, шахмат сохтагӣ, наҳанги тавоққот сохтагӣ, خام تخته من وازه من خیلی کارهای موقت نقش کرده بروارسی من همین کارو میام. برادر عزیز بار دیگر به فرغانه خوش آمدید. فرغانه معقول شد؟ رحمت فرغانه آدمای نقص من همینجا اومده منبع خدمت کرده وای کیسین من تشبث کارو میام بروارده منبع نشون وای کیسین. فستیوال چقدر گذشته استاد از شرایط امکانیت؟ شرایط نقص امکانیت نقص همیشه نقص. بزرگ فرموده است هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. واقعا خلقای سرملت ازبکستان خاصتا ازبکان و تاجیکان از قدیم دنیا را با هنر، با دانش، با معرفت تسخیر کردند. ما وقتی که زردوزی میگوییم پیش از همه در ذهن ما نامهای مبارک بخارا و سمرقند دور میزند و ما حالا در این کلبه رمزی زردوز از ولایت سمرقند نشستیم. خوش آمدید به فرغانه به این فستیوال. وقت باشد. السلام علیکم. مرحبا، خود را شناس میکردید؟ من از سمرقند، حمید و گلچهره، زردوز من از پشت هنر، از پشت همین مخنت هر کدام رحمت، هر کدام شخرای دیده. آنم خیلی وستفکو بقت نشکده میبیام من. این کارامو سمرقندی کارامو زردوزش اهمیت بخوره کارش اجرایی کدام است. چونکه اینی مهونه کارامو نقش کدی کار میکنیم. نقش کتگیمو من همین فقط نسخه چومیا بریده گردشه من تو این بیزک هو کدی پر میکنیم. این کاری که مهون سمرقند فقط بیزکی پر شدگیشه براش این جدا شده میستاد. از دیگر کاری بخورو از دیگر کارهای زردوزو جدا شده میستاد. توسط همه هنر چندی مملکت‌های خارجه رفتید. فرغانه بار اول یا فرغانه حالا اکن اومدم. من دیگر شهر رو به حقیقت ملبورم و فرغانه به من نامدم. این یک مرتبه اومدگیم. مقبول شد. جدایم خشره شهر نقص. من اینجا 5 روز بازگشتم همجا. خودم ماشونم نقص کتا قبول کرده جدایم نقص. در 3 سال آخر اون دگرگونه هایی که در مملکت ما به عمل آمد و خاصتا کشاده شدن سرحدها، رفت و آمدها منحصر شد. جهان به ما رو آورد، ما به جهان رو آورده استادیم. شما که هنرمند هستید در حیات شخصی شما و در ساحه هنرمندان تاثیر همین چیز دیدید؟ البته من همین صحبت اگر گفتگی باشم 20 سال شده است. 20 سال پیش هنری سر کردگیم که حاضرش انچه ریوزانی که جدایم نقص. سونی پرزیدنتمو با من تشکر نمایاندنی من که اون کس برای همین هنرمندو همین قطع کشود کنندگی همه جا شرایطم و امکانیتم جدایم نقص ده. من اپشت همین هنرم اویلیم فرزندم 3 فرزند دارم. تینچ همه خورسند البته اپشت همین هنرم همش. این به من البته تشکر میگم پرزیدنتمو با اپشت همین هنر همین قطع مهونه هنرمندای مهونه همه چیزا من به شرایطای نقص کرده موندگیشون با تینجی شود اولان بار تینجی شود و اینم زیاد شوند خلقی مهم برین همین قشخه رفتیم خلقی مهم برین خوشفیل خلقی مهم برین مهمان دوست ندیدیم گویم میشد نکی مهمان ازبک خلقمو جدایم مهمان دوستی نقص با اینم میتوانم اینم زیادتر شوند. طبیعت پر از معجزه الهی است. اصلا ما وقتی که به زیبایی‌های طبیعی نگاه میکنیم خیلی حیرت آور است و عقل انسان هم هنر انسان هم همین معجزه الهی است.
ما در این نمایشنامه هنرمندان ولایت تاشکند گواه آن شدیم که معجزه های طبیعت با معجزه های دست انسان، هنر انسان، عقل انسان آمیزش یافته است. از درخت های پرقیمت یعنی قیمت بها، از آن درخت های طبیعی که ویران شدن آنها آسان نیست، یعنی سالهای زیاد می توانند کارشایان باشند، کرسی و دیگر ضرورات حیاتی را ساختن و به طور ناعنعنوی ساختن برای هنرمندان ولایت تاشکند یک عادت شده است و ما حالا شما را چند لحظه توسط موسیقی و تماشای همین هنرمندان ولایت تاشکند دعوت میکنیم. عزیزان، ما وقتی که در این میدان دور میزنیم به نظر چنین میرسد که از یک کشور به کشور دیگر گذشته ایستادیم. انگلیا، ژاپنیا، ترکیه، تاجیکستان، خیتای و بسیار دولت‌های خارجه و حالا همصحبت من خانم مهمان عزیز ما از ژاپنیا. خودتون شناس کنید. Assalomu alaykum. Men Yaponiyadan kelganman. Men tojikchani yarziga medunam. Chunki meni erim milliyat tojik. U O'zbekistonlik, ammo milliyat tojik. Men tojik tilini juda naz mebinan. Yapon qizi tojiklarning kelini. Juda chiroyli tilda tojikchani. Do'stlik yaxshimi? Yaxshi. Millatlaringiz xalaqit bermayaptimi bir-birlariga? Yo'q, juda o'xshaydi baribir. Baribir. Aziyada. Eriga hurmat qilish kerak, ayollar. Ofarin, rahmat. Farg'ona, Qo'qon yoqdimi? Juda ham chiroyli yoqdi. Men o'sha qurolchilik to'g'risida kitob o'tgan yil yozganman. O'shani taqdimot uchun kelgan edim. Lekin har xil hunarmandchiliklar chetda ko'rsatishyapti. Juda ham chiroyli, yaxshi bo'lyapti. Ofarin, rahmat. Xush kelibsiz. Xush omaded. خیردین، ما شما را به صفت هنرمند خوب میشناسیم و در چندین فستیوال ها، نمایش های هنرمندی بین خلقی اشتراک کردید. من امروز در شهر قوقند فستیوال بین خلقی هنرمندان دایر میگردد. برای اشتراک شما را مبارکباد میگم. تاثیرات چقدر؟ ما چون میزبان هستیم که از فرغانه هستیم، ما و با فکر من که خیلی خوب پیشواز گرفته ایستادیم مهمانان را. تاثیرات چی خیلی شدنش ممکن با درجه اعلا. مهمانان خرسند از ما، مردم فرغانه را تمامی دنیا میدونن که مهمان نواز هستیم، ما مهمان دوستدار هستیم، مهربان هستیم. اینش از مهمانان میپرسیم. خیردین، من با بهانه فستیوال البته هنرمنده چه این هنرمنده با هم واخوردن هنرمندا، یعنی از همدیگر تجربه آموختن است. برای هنرمندا مهم است، لیکن به صفت انسان و هم واخوردن این دوستان نو پیدا کردن، دایره شناسای خود را وسیع کردن است. به بهانه همین فستیوال شما دوستای نو پیدا کردید؟ البته از هر فستیوال ما با یک غذای معنوی گرفته میبوییم، به خانه خود برمیگردیم، با الهام نو برمیگردیم و البته در شماره این با دوستهای نو. من امروز ما دوستایمان از سمرقند و بخارا و دیگر ولایت ها، دیگر کشورها بودند. هنرمندان بسیار چیره دست هستند، با لباس های خود، با چیزهای هنری خود آمدن. امیدوار هستیم که در قطار تمامی چیزهای هنرمندان لباس ها، کارهای دستی اینها نیز به مردم محقول می شوند. Umuman ko'rmagan, bilmagan narsalarimizni o'rganish. Mana bu kishining narsalarini ko'rib juda ham xursand bo'ldik-da. Hammasi bir-biridan chiroyli. O'xshamaydi hech qaysi bir-biriga. Bu hunar, muhabbat, ilm millat tanlarinkan. Yo'q, millat tanlamaydi. Shuni ko'rib bilasiz, o'z narsalarini shunday ushlaysiz. Til kerak emas, so'z kerak emas. Shunday ushlaysiz, bo'ldi, xuddi o'ziznikida. O'shani o'rganishni xohlaysiz, kiyishni xohlaysiz. Asl narsa ekanligini bilasiz. Qadrini bilish kerak asl narsalar. ما ابخورا اومدیم. ما هنرمند دو پیدوزی فرغونه بیم کورما بیم آورده میتیم. سیت بزرگش بیم میتیم.
Qo'riqtamitian. Qo'qon xalqaro hunarmandlar festivaliga tashrif buyurdik. Chevarlarimiz bilan birga. Bizga Qo'qon yoqadi juda ham. Qo'qonni bozorlari bilan, hunarmandlari bilan savdo sotiq olib boramiz doimiy tarzda. Uchta bozorlarga ham o'z hunarmand mahsulotlarimizni olib kelib, oldi-berdi qilib hamkorlikda savdo qilyapmiz. Kayfiyatlar juda a'lo, konsertlar, hali nimalar, ko'rgazmalar, boshqa viloyatlar bilan fikr almashish, yangiliklar juda boshqacha, o'zgacha tarzda o'tyapti. ما از شهر بخارا آمدیم. ما موسیقی اسباب میسازیم. بخارای اصل موسیقی اسباب باشه. مایده چوان تا کلانوشه، غژک، دایره، رباب ملی همین اسباب بخارای نشان دادم به آمدیم ما. اینجا دیگه هنرمندو کتی چخ میکنیم، گپ میزنیم، کارهای خودمون نشان میدیم. اونو کارهای خودشون نشان دادشتین. هم به نوگری امو میگرانی ما اونا نوگری شگیتشتیم. هم به حرکت کرده. نه از نزدیک آقای نشده گشتیم. ضمن سیاحت در میدان یعنی ارده خدایارخان ما بار دیگر باور کردیم که هر یک ولایت وطن عزیزمان ازبکستان ویژگی های به خود خاص، خصوصیت های زیبا و ارزنده خود را دارد. سرخندریا واحدی است که با هنر، با فرهنگ، گذشته زیبای تاریخی و صنعت ناتکرار نه تنها در مملکتمان بلکه در تمام جهان شهرت پیدا کرده است. آفرین آفرین. خرسندی ما چکش نیست. هم قطر چیزا که چکون سادیم که همه هنرمندها که شناس سادیم. این نقصه بعد برآمدگی بانی قرارا هنرمندا دادگی امتیازا، یعنی مثلا دوستلیک طرفی دوستلیکتن شدگو همه خلقامو تاجیکی ازبکی روسی قزاق قرغیز هممو منت جمول جمع شده من اینجا با یک عائله شده من اینجا با یک دیگرمودن کار یاد گرفته، یک دیگرمو نغزی طرف ما دیده من همون جده اومده ایجاد کردیم. هم قطر خرسندی هم قطر خوشرویی که هم جواب اومده اینجا فقط ما چی میگوید خرسندی کرده، بازی کرده، هم ما یک جمع عائله شده اینجا ایجاد کردیم ما. حقیقتا با شرافت شما هنرمندا امروز شهر قدیمه قوقند گل شکفت. ببینید در همه گوشه کنار محصول هنر که واقعا حیرت انگیز است، هوس انگیز است. فستیوال معقول شد، شرایط خوب است. البته فستیوال جدا مهم معقول شد. برای ما آمدگی روز آمدن که ما پاییزدن فرامدیم همه خیلی خوشروی اونو چکند گرفتن، پیشواز گرفتن ما نه. اون بهر جاهاشون نست، خورفتگی جاهامون نست، اوقاتش وقتش به داستاده جدا میخمان دست خلق بدین اینا. همه خیلی عجایب، ما هم خرسندیم است. من کفتری آزادگی از چرخ سر بیچیده‌ام، جانی منو صد همچو من قربانی تو، قربانی تو، جانی منو صد همچو من قربانی تو، قربانی تو. Qo'qonga kelganimda, Farg'onadan kelganimda juda ham xursandman. Kayfiyatim juda ham a'lo.
halinchaga halinchaga halinchaka kelinchak halinchaga halinchaga halinchakda kelinchak satligini sog'ingana kelinchaklar kuyunchak satligini sog'ingana kelinchaklar kuyunchak. عزیزان اینک ما در دوره هنرمندان تاجیکستان هستیم. واقعا آنگونه که نوک تکرار کردیم در این باغ وقتی که سیر میکنیم از یک کشور دیگر و کشور دیگر گذشتن خیلی آسان است و همه جا محصول هنر زیبایی که دل آدم را میبره و دلها را به هم میپیوندد. خوش آمدید. رحمت. شناسه مرحمت. سلیما بانو کریمова سرور تشکیلات جمعیتی اساسیاسیون هنرمندان ولایت سوخت. من خود هنرمند نیز هستم. با یک چند هنرهای مردمی سر و کار دارم و سرشته زندگیم را نیز از همه هنرهایم یافتم. امروز به فرغانه با چه دستاویز آمده؟ اولا میخواهم سلام خویش را از نام کل هیئت هنرمندان تاجیکستان به مردم دوست و برادر مهمان نواز ازبکستان رسانیده باشم و میخواهم برای آنها بگویم دوستان مایان سلام تاجیکان آورده ایم. مهر و لطف و احترام تاجیکان آورده ایم. توشه اهل صفا از بحر آدم دوستی است. دوستی را هم ز نام تاجیکان آورده ایم. امروز ما بسیار سرفراز هستیم زیرا به این فستیوال عمومی جهانی هنرمندان که بار اول با تشبث به واسطه پرزیدنت ازبکستان محترم شوکت میرزیویف تشکیل گردید. ما دعوت شدیم و ما امروز یک گروه هنرمندان با بسیار هنرهای خویش که در اینجا قراق دوزی، زر دوزی، کشیده دوزی، با سنگ‌های طبیعی تاجیکستان ارمغان‌های ملی آماده کرده شده است. پاپوری و غیر هنرها را ما برای معرفی گرفته آمدیم و من از این فستیوال بسیار امیدهای کلان دارم که با هنرمندان دیگر کشور نیز ما در اینجا رابطه پیدا میکنیم، از هنرهای آنها برخوردار میشویم، مبادله تجربه میکنیم و این برای رشد هنرهای مردمی یک تکان بزرگ می شود. مردم بسیار یک روح ادانه دارن، بالیده دارن، بسیار ما را خوش پذیرفتند. از سرحد که می گذشتیم معلوم بود که مردم تاجیک، مردم ازبک پزمان ما شدند و ما بسیار خوش استقبال گرفتن، قبول کردن و ما از این خلق دوست و برادر بسیار منندار هستیم. عزیزان ما حالا در حجره هنرمندان از جمهوری اسلامی ایران ایستادیم. آنگونه که تاکید کردیم اینجا سر هر قدم از یک کشور، از یک مملکت به مملکت دیگر گذشتن ممکن است. برادر جان، برادر مهربان ما خوش آمدید. ممنون، سلام، ممنون، تشکر، لطف کردید. بسیار میخواستم خودتون رو معرفی کنید. من کامران باغبان هستم، مینیاتوریست از کشور ایران، در خدمت شما و دوستان شما هستم. زنده باشید. استان فرغانه را، ازبکستان را، فرغانه و خوقند را چطور جوری یافتید؟ بسیار شهر زیبایی دارین، خیلی خوب بود، برخورد مردمان خیلی عالی بود و دوستان خیلی احترام گذاشتن، از ما پذیرایی کردن. تشکر ویژه میکنم از ریاست جمهوری که همچین فستیوالی رو برگزار کرده، باعث دوستی بین دو تا دولت شده و دولت‌های دیگه شده، مرزها شکسته شده و هنر همیشه میتونه مرزها رو بشکونه و بین تمام همسایات همه کشورها دوستی به وجود بیاره و آینده خوبی داشته باشه. متشکرم.
امروز نظر هنرمندان ایرانی، اهل ایران، اهل زیای ایرانی نسبت ازبکستان چجوری است؟ مناسبت ایشان، نظرشون؟ ازبکستان کشور خوبیه، هنرمندای خیلی خوبی داره. خوشبختانه اینجا زبان فارسی هم بسیار دوستان بلدن، میتونن رابطه خوبی داشته باشن با همدیگه. هنرمندا با همدیگه میتونن تعامل هنری داشته باشن، نمایشگاه برگزار کنن، در کنار هم پیشرفت کنن و هم ما یاد بگیریم از هنرمندان شما، هم هنرمندای شما تعامل داشته باشیم با هم دیگه. تشکر از اینکه با ابتکار و تشبث رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف دیگر مرزها، سرحدها شکسته شد، اون سدها برداشته شد. از این مردم ایران و مردم ازبکستان نفع میکنن یا ضرر؟ بسیار نفع میکنیم. خیلی هم خوشحالیم که این کارو کردن و تشکر ویژه میکنم از ریاست جمهوری. واقعا زحمت کشیدن، خیلی کار خوبی کردن که این مرزها رو شکوندن و باعث شدن که تمام هنرمندا از تمام کشورها بیان تو کشور و کشور زیباشون رو ببینن، آشناشن با فرهنگشون، چون خیلی کشور خوب و پیشرفته‌ای دارید. عزیزان، ما صحبتمان را با مهمانان از جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهیم و باز در حجره هنرمندان ایرانی هستیم. خوش آمدید به فرغانه، به ازبکستان. سلام، ممنونم. من نرگس قائمی از مشهد از کشور ایران اومدم. ممنون از اینکه این فستیوال رو برگزار کردین و تشکر میکنم از شما. به قول حضرت مولوی ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. دوستای نو از ازبکستان، از فرغانه، از قوقن پیدا کردید؟ بله، من یه سری از خیلی کم با بچه‌ها تونستم دوست بشم، ولی خیلی دوستای خوبی پیدا کردم. مرزها گشاده شدن، سدها شکسته شدن. شما را شاد کرد به صفت یک هنرمند این باز شدن ازبکستان به جهان و جهان به ازبکستان؟ بله، من خیلی خوشحال شدم که تونستیم با ازبکستان رابطه برقرار کنیم و این مرزها گشوده شد که این جهان با ازبکستان با مابقی کشورها بتونه رابطه برقرار کنه. خانم تشکر. به بینندگان، به مردم فرغانه چی گفتنی، چی نیت داره، چی خواهش داره؟ من ممنونم ازشون از اینکه این استقبال گرم از ما داشتن و خوشحالم که به این کشور اومدم. وقتی که در دل انسان مهر جای گیرد، وقتی که نگاه انسان به انسان دیگر، به اطراف و محیط مهربان است، البته یک نوای در دل پیدا می شد و این تپش دل زیر و بم آهنگ موسیقی را کسب می کند. محبت و صداقت، محبت و صداقت به انسان، محبت و صداقت به وطن، محبت و صداقت به خاک تبرک پدران. این است که انسان را نجات می دهد، این است که انسان را به سوی آبادی می خواند و این است که آدمی را به آدمی یار و برادر می سازد. این یاری و برادری، این مهربانی و این تلاش با هم بودن و با هم آفریدن را فستیوال بین‌المللی قوقان بار دیگر اثبات نمود. آرزومند آنم که این تلاش پایدار، بردوام و برقرار بماند. سلامت باشید.